پیامبر صلی الله علیه و وقتی طائف رفت زدن سر بدنش پر خون کردن. برای چی رفت طائف؟ برای نصیحت کردن، برای که اون مردم که اشتباه خواب بیدار شه. همین از سنگی که بدستی خودت میتراشیش با خداش میگوی، یا تخته و چویی که بدستی خودت میتراشی با خداش میگوی. یه بار فکر کنی، یه بار عقل تو کار بفرمی. برای همین رفت. یکی اونها چیکار کردن؟ با سنگ‌ها و چوب‌ها زدن سر بدن جناب پیامبر خدا. حتی میگه سرش کفید، خون مبارک میگه ایامی پشتش روان شد، اومد میگه دور کفشش حتی پر خون شدن. ای خونی سرش. همون لحظه ای طائف فرمان میگه غضب پروردگار ما جبرائیل علیه السلام آمد گفت برم حبیب محبوب اگر بخواه این دو کوهی که در کنار طائف میبردم در بالای مردم میزنم همش هلاک نابود میشن بدبخت. میگه وقت جبرائیل علیه السلام اومد خبر رسون جناب پیامبر که جبرائیل اگه جواب نگفت میگه رو بالا آورد اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون.